علما صاحب تو برای ما مفتی‌ها در ابواب جهنم شیشتن، میگه قرآن چی میکنی میخوانی؟ بابید که مرد، ممی جان و پاپی جان که مردن، باز بر از برو یک چند تا ملا صاحبا و قاری صاحبا را بیار، یا خودتان صاحبا یک سپاره توزیع کنین، همین چند نفر برش ختم بکنن، خلاص دیگه. باز دیگهش میگه خیر است 10,000 روپیه بده. باز 10,000 روپیه من برای چی میکنم؟ 10,000 روپیه را بان این صاحب 1 لک رکات نماز قرضدار است. 1 لک. باز من 10,000 تا را میگیرم، در اینجا میمانم، باز 30-40 نفر بشینن. تو بشینین، زیاد بشینین که ثواب داره. بشینین. چی ثواب داره؟ گدایی ثواب است، خیرات خوری ثواب است، آبرو ریختاندن رسول الله ثواب است. که از لنگی کټی که من میگم لنگی پیغمبر است، با ایریش گدایگر بشینیم میخواستی تو خدا بگیرن، این ثواب است. دیگه تو پیغمبر شرماندی، دین شرماندی. پیغمبر خمه ید اعلا بلند است، دستت که تو بالا باشه که خودت بتی. مردم پیش پیغمبر میاد که پیغمبر سن برای ما چی بده؟ صدقه بده. پیش پیغمبر که صدقه را میورد، یکی از چیزاش که سلمان فارسی میگه خرما را که آوردم پرسان که صدقه است یا هدیه است. میگفتم صدقه است، گفت صدقه بدقه بده برو فقرا. رسول الله صلی الله علیه و صدقه را نخورد. تو ال گدایی میکنی، میگه در گدایی چی است؟ بشینین که حاجی صاحب مفتی حاجی خدا هلاک کنه این مفتی حاجی را. اما تو دانکش، اما تو شدقکش، که اما تو قیچی شود در قبر که باز برش بگی این ثوابای اسقاط بود که شانده بودی مردم ها. یعنی ثوابای اسقاط بود که تو شانده بودی و او پیسه هم از کی است؟ 10,000 از یک یتیم است. از کی است؟ او برنجی که چاشکی در روز مرده‌دارم که میخوری او از یتیم است. او کاش که تو جوان پیدا شه بگه والا صاحب برمی دیگه پلاو. اگه کدام جوان تو پیدا شد یک جنازه بگه من نان میتم، بریم خلاص بریم سیرینا. در خانه مرده‌دار چی میکنی؟ در خانه خودت جوانی بکن. اما او صاحب چی میگن؟ عقیقای یتیم میخوره. بازی صاحب کت شکمای کټه خدای دې خیرات ورته قبول کی، دغه د یتیمان و مال خدای په نس کې قبول کی. در حالی که قرآن میگه کسایی که مال یتیم میخوره انما یاکلون فی بطونهم نارا، این شکمای کټه دولایی که روز اول دوسی زدن یا صاحب کلش آتش خوردن. این کس نمیگه برش که خوردن مال یتیم حرام است، اسقاط دادن مال یتیم حرام است. او یتیم میمره، تو پیسه از اون میگیری، بر از اون شکم کټا پیسه بر مردم داده میری. با او پودریایی که اونجا هیچ کس به کار نمیکنن، تمام روز وظیفه‌شون چی است؟ در این جنازه برو، در اون جنازه برو، اینجا برو، اونجا برو و پیسه‌ش پودر بکش. و این باز تو فتوا میتی که برای پودری بگی پیسه یتیم بده و باز نانش برو بخو و برای تجاره و پیسه دارا میتی. یعنی بسیاری اوقات الله اینو میخواسته. الحمدلله میگه خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. انشاءالله لکه های دامن از این قصاب ها را انسان در روز قیامت میبینه که دست 1,000 یتیم در خانش باشه. اگر در 1,000 مرده اسقاط خورده باشه 1,000 یتیم از یخنش بگیره. که شیخ الحدیث صاحب مولوی صاحب محترم تو خو میگفتی که بخو جایز است، ثواب داره، بفرمای بشین. این خو حق ما بود. ما بود نداشتیم، ما کتابچه نداشتیم، قلم نداشتیم، مکتب خواندن نمیتونستیم، نان خوردن خود نداشتیم. بسیاری کساست پدرش میبره پیسهش اسقاط و خیرات روز 2 روز 3 میشه، در روز 40 وقتی که تیر شد که بری که یتیمکا کچالو ندارن که بخورن. کدام دین است؟ کدام دین است که مثلا ما بر مردم رو تشریح میکنیم؟ گرفتن خیرات کردن شو جمعه کردن. باز آخر آمده بچه یتیمش من میگه استاد این مشکل ما را چطور میکنیم؟ محکمه هم طرف ما قبول نمیکنه. چی گپ است؟ کاکایم یک 4 بسا زمین داشتیم، کاکایم اومد اسقاط کرد، روز اول نان کرد، روز 2 نان کرد، روز 3 نان کرد، شب جمعگی کرد، چلی کرد، پول اجاره خلاص کرد. میگه مادرم بر ما گفت خب بچیم خیر است کاکایت است، بیادر خدا دوست داره کتش کمک کرده. میگه حالا که 40 خلاص شده، میگه کاکایم اومد 2 ماه بعد که ما اونم 4 بسا زمین میفروشم، پیسایی که مصرف کردیم اونم رو بی یتیما چی داشتن؟ 4 بسا زمین داشت. صحیح است، خیر است. یعنی ادیقل آدم در مقابل الله در حق یتیما چرا چیز کنه؟ کاش که تو برای 1 نفر بخوره، 2 نفر بخوره، 4 نفر بخوره. اما ای که مثلا 200 نفر 300 نفر در خانه یتیم یورش میبرین،
و روز دومش و روز سومش و سر شب جمعگی میکنی و چل میکنی و کلش پیسه که یتیم خلاص میشه. باز می زمین یتیم هم میفروشی، قرضایت میگیری. کاکا جان حتما صدای مرا کاکاها میشنون. اگر در جمله دروغگویا بغلای دانت این تو قیچی نشد، از این بترس، از این بترس. و این سر کل ما و شما میره. تنها اونه اگه ما همین دروغ بگیم سر ما، اگر این پلو مرا زیاد خوش میاد، از دیگه که من نفس خدا زیاد خوش دارم و آخر نفسای خدا کشتن، ما هنوز نکشتیم. او که نکشته گوری رو وقت این تا خط استا میرسانه. لالات که نکشته خب باید دلغمه‌ای بخوره. صحیح نه؟ نفس کشتن و واقعی ادعا میکنه ما کشتیم.